دوستان سلام، علی هستم و تو این ویدیو میخوام براتون یه داستان جذاب و هیجان انگیز تعریف کنم. داستان با یه صحنه ترسناک شروع میشه. وایولت زخمی و خونالود روی زمین افتاده و داره سعی میکنه لنگ لنگان فرار کنه. یهو شوهرش بلیک پیداش میشه و با عصبانیت بهش لگد میزنه و اسلحه رو میگیره سمتش. ولی به جای شلیک اسلحه رو میده بهش و اصرار میکنه که وایولت اونو بزنه. چند سال بعد وایولت زندگیشو حسابی جمع و جور کرده. حالا اون به عنوان یه درمانگر کار میکنه و به زنایی که از خشونت خانگی ضربه خوردن کمک میکنه. یه روز صبح پیامی از یه مرد به اسم هنری میگیره که دعوتش کرده به یه قرار ملاقات. درست همون موقع یکی که میگه از شرکت برقه برای یه چک کردن کنتور میاد و وایولت خیلی بهش فکر نمیکنه و میذاره بیاد داخل. غروب که میشه وایولت با پسرش توبی مشغول بازیه. بعد خواهرش جن میاد تا از توبی مراقبت کنه که وایولت بتونه به قرارش برسه. وایولت بعد از آماده شدن به جن یادآوری میکنه که توبی باید رأس ساعت 8 بخوابه و میگه از طریق دوربینای مداربسته اونا رو چک میکنه. وایولت میرسه به یه رستوران شیک تو طبقه بالای یه ساختمون بلند. تو آسانسور هنری پیام میده که 10 دقیقه دیرتر میرسه و میگه تو بار منتظرم بمون. وایولت میره بار و با یه بارتندر خوش برخورد به اسم کارا آشنا میشه. یه نوشیدنی سفارش میده و به کارا میگه چون اولین قرارشه یکم استرس داره. چند لحظه بعد یه پیرمرد به اسم ریچارد یهو میاد سراغش و وایولت رو با زنی به نام دایان اشتباه میگیره. وایولت میگه اشتباه شده و ریچارد هم معذرت خواهی میکنه و میگه منتظر یه قرار ناشناسه که تو فیسبوک باهاش آشنا شده. بعدش با هم به سلامتی قرارای خوبشون جام میزنن که یهو یکی به اسم فیل میاد وسط حرفشون. فیل سعی میکنه با وایولت لاس بزنه ولی کارا سری میگه این خانم برای قرار اومده و فیلو دور میکنه. بعد به وایولت میگه که فیل پیانیست جدیدمونه و با همه خانوما لاس میزنه. دایان قرار واقعی ریچارد پیداش میشه و اونا میرن سر میز خودشون. وایولت داره به جن پیام میده که یهو یه میم از طریق یه آب براش میاد. اطرافو نگاه میکنه. چند نفر رو میبینه که سرشون تو گوشیه ولی نمیفهمه کی فرستاده. همون موقع هنری میرسه و از زیبایی وایولت تعریف میکنه. با هم دیگه میرن سر یه میز با یه ویوی فوق‌العاده زیبا از شهر. هنری که عکاسه میگه باید کیفشو میآورده چون نمیتونسته دوربینشو توی ماشین جا بذاره. بعد یه پوک هاکی کوچولو از کیفش در میاره و میگه اینو برای توبی خریدم. وایولت حسابی ذوق میکنه و از هنری تشکر میکنه. گارسونی به اسم مت میاد و سفارش نوشیدنی میگیره و میره. یهو وایولت یه پیام دیگه میگیره که میگه پیامای منو نادیده نگیر. به هنری نشونش میده و با هم دور و بر رو نگاه میکنن ببینن کی میتونه باشه. یه گروه جوون رو میبینن که انگار دارن شوخی میکنن و فکر میکنن که کار اوناست. ولی یه پیام دیگه میاد که میگه دوربینای خونتو چک کن. وایولت چک میکنه و میبینه که توبی و جن توی اتاق خوابن. ولی وقتی یه مرد نقابدار با اسلحه رو توی اتاق نشیمن میبینه تمام بدنش یخ میزنه. هنری میپرسه چیزی شده؟ ولی پیام دیگه ای میاد و میگه چیزی نگو. وایولت با ترس میگه میخواد بره دستشویی و سعی میکنه اونجا با پلیس تماس بگیره. ولی پیام بعدی میگه گوشیش هک شده و اونا همه چیزو میبینن و اگه رستوران رو ترک کنه پسرشو میکشه. تو دستشویی به چند تا دختر نزدیک میشه و کمک میخواد ولی پیام دیگه ای میگه که از هیچ کس کمک نگیر. با ناامیدی از یکی از دخترها خط چشم قرض میگیره و سعی میکنه کمک رو دستش بنویسه ولی دخترها متوجه نمیشن و میرن. وایولت دستشویی رو میگرده و یه دستگاه شنود کوچیک زیر سینک پیدا میکنه و حسابی شوکه میشه. برمیگرده سر میز ولی هنری میفهمه که یه چیزی درست نیست. وایولت میگه فقط نگران توبی ام چون بعد از مرگ پدرش هیچ وقت ازش جدا نبودم. همون موقع چشش به یه دستگاه شنود دیگه رو لامپ میز میفته و متوجه میشه یکی داره حرفای اونا رو شنود میکنه. برای همین به هنری میگه که از ارتفاع میترسه و پیشنهاد میکنه که جای میزشون رو عوض کنن. هنری قبول میکنه و به مت میگه ولی پیام دیگه ای میاد که میگه اگه میزو عوض کنی توبی تو دقیقه اول میمیره. وایولت که حسابی ترسیده میگه برگردیم سر میز اصلی خودمون چون منظرش قشنگه. مت و هنری گیج میشن ولی خب قبول میکنن. بعدش مت میاد سفارش بگیره و وایولت تو گوشی از فرستنده میپرسه که چی میخواد. پیامی میاد که نوشته باید کارت حافظه دوربین هنری رو بدزده. وایولت با کلی استرس ساعتشو در میاره و یواشکی میذاره تو کیفش. بعد تظاهر میکنه که ساعتش گم شده و از هنری میخواد که از مسئول رستوران بپرسه که آیا ساعتی پیدا کردن یا نه. هنری میره و وایولت سریع دوربین از کیفش برمیداره. چند تا عکس از شهردار با آدمای مشکوک و مدارک فسادش پیدا میکنه. کارت حافظه رو در میاره و درست وقتی هنری برمیگرده میشینه سر جاش. هنری میگه مسئول رستوران چیزی از ساعت نمیدونه.
پیام بعدی میگه بره دستشویی و کارت حافظه رو نابود کنه. وایولت که فقط میخواد توبی رو نجات بده این کارو میکنه و کارت رو توی توالت نابود میکنه. بعد التماس میکنه که مرد نقابدار از خونش بره، ولی فرستنده میگه هنوز کارش تموم نشده و باید پخش کننده یا حوله رو چک کنه. وایولت یه شیشه مایع پیدا میکنه. فرستنده میگه باید با اون هنری رو بکشی. وایولت میگه من نمیتونم آدم بکشم، ولی فرستنده میگه تو قبلا یه نفر رو کشتی. منظور فرستنده همسرشه. وایولت با ذهن آشوب زده برمیگرده سر میز. هنری فکر میکنه وایولت علاقه‌ای به این قرار نداره و میگه میتونن یه بار دیگه قرار بذارن. حسابو پرداخت میکنه و میخواد بره، ولی وایولت برای نگه داشتنش اونو میبوسه و میگه بمونه. هنری ذوق میکنه و قبول میکنه و میمونه. همون موقع دایان با عصبانیت به ریچارد فحش میده و از رستوران میره. وایولت و هنری برمیگردن سر میزشون و فرستنده میگه کارو تموم کنه. مت برای سفارش میاد و فیل شروع به نواختن پیانو میکنه. وایولت یه نقشه به سرش میزنه. میگه میخواد به نوازنده انعام بده. روی اسکناس $20 با رژ لب مینویسه گروگانها و آدرس خونش هم مینویسه و از مت میخواد اونو به فیل برسونه. مت پولو به فیل میده. وایولت برمیگرده سراغ هنری و از کارش میپرسه. معلوم میشه 5 ساله که عکاس مطبوعاتی شهرداره. وایولت میپرسه شهردار آدم خوبیه، ولی هنری جواب سربسته‌ای میده. تو این موقع فیل اسکناس رو میبینه و وحشت میکنه. سعی میکنه با یکی تماس بگیره، ولی سریع برمیگرده سر میز پیانو و نوشیدنیشو میخوره تا آروم بشه. مت با غذا میاد و وایولت شروع به خوردن سالادش میکنه که یهو اسکناسشو توی سالاد پیدا میکنه. فرستنده پیام میده که گند زدی. وایولت معذرت خواهی میکنه، ولی دیگه دیر شده و فیل بعد از خوردن نوشیدنی مسموم میشه و میافته. وایولت دوربینای خونه‌شو چک میکنه و میبینه مرد نقابدار جنو بیهوش کرده و توبی رو تو اتاق قفل کرده. وایولت با یه لبخند مصنوعی و اجباری به هنری پیشنهاد نوشیدن تکیلا میده. میره سمت بار تا تکیلا بیاره، ولی کیفش میفته و هنری ساعتشو میبینه. تو بار وایولت 2 شات تکیلا میگیره و میخواد سم رو تو یکی بریزه، ولی فرستنده میگه سر میز خودتون این کارو بکن. برمیگرده سر میز و هنری ساعتشو بهش میده و میگه انگار مضطربی. وایولت میره به خاطرات گذشته، همون شبی که نتونست به بلیک شلیک کنه. توبی گریه میکرد و بلیک اسلحه رو به سمت توبی گرفته بود. وایولت به هنری میگه حس میکنه مادر بدیه، چون با بلیک موند و توبی چیزایی رو دید که نباید میدید. هنری متأثر میشه و میگه خودش هم تجربه مشابهی داشته و به وایولت دلداری میده. وایولت میگه لیمو یادم رفته و از هنری میخواد که بره لیمو بیاره. وقتی هنری میره وایولت نوشیدنیشو مسموم میکنه، ولی وقتی هنری میخواد اونو بخوره وایولت نمیتونه تحمل کنه و عمدن شرابشو میریزه روی اون تا لیوانو بذاره کنار. کارا که مشکوک شده میاد و از وایولت میپرسه که حالش خوبه یا نه و آیا به کمک نیاز داره. اون به وایولت میگه ریچارد تمام شب داشته تو رو نگاه میکرده. وایولت عصبانی با 2 تکیلا میره پیش ریچارد و یه شات بهش تعارف میکنه، ولی ریچارد اسمشو صدا میزنه و نوشیدنی رو نمیگیره. وایولت شوکه میشه چون قبلا اسمشو به ریچارد نگفته بود. ریچارد اعتراف میکنه که همونیه که پیاما رو فرستاده. میگه شهردار استخدامش کرده تا هنری رو که مأمور مخفی FBI بکشه. اون میگه تو رو انتخاب کردم چون تو قبلا همسرتو کشتی و سابقه داری. وایولت میگه من بلیک رو نکشتم و فلش بک نشون میده که بلیک وقتی صدای ماشین پلیس رو میشنوه خودکشی میکنه. ریچارد میگه تو با خرابکاریت باعث مرگ پیانیست شدی و فیلم ریختن سم تو نوشیدنی هنری رو هم دارم. میگه تنها راه نجات پسرت کشتن هنریه. همون موقع هنری میاد و وایولت معرفیش میکنه به ریچارد و شات تکیلا رو بهش میده تا بخوره. هنری شات تکیلا رو میخوره و وایولت از ریچارد میخواد که حالا مرد نقابدار رو از خونش ببره بیرون. ریچارد دستور میده و مرد نقابدار میگه وقتی مرگ هنری تایید شد از خونه میرن بیرون. ریچارد فکر میکنه برنده شده و با لذت شروع به خوردن دسرش میکنه، ولی وایولت میگه من باهوشتر از این حرفام. توی نوشیدنی هنری چیزی نریختم و به جاش دسر تو رو مسموم کردم. ریچارد عصبانی اسلحه میکشه، ولی هنری میپره جلوی وایولت و تیر میخوره. رستوران به هم میریزه و همه فرار میکنن. ریچارد با عصبانیت وایولت رو دنبال میکنه تا اونو بکشه، ولی کارا جلوشو میگیره و ریچارد اونو با چاقو میزنه. ریچارد دوباره روی وایولت اسلحه میکشه و به مرد نقابدار میگه برگرده و توبی رو بکشه. تا میخواد به وایولت تیراندازی کنه، وایولت با پوک هاکی میکوبه به شیشه و یهو شیشه میشکنه و ریچارد پرت میشه پایین و میمیره. ولی خب وایولت هم کشیده میشه به سمت بیرون و از یه رومیزی کمک میگیره تا نیفته، اما رومیزی داره کم کم پاره میشه و در آخرین لحظه هنری رومیزی رو میگیره و وایولت رو نجات میده. وایولت دوربینا رو چک میکنه و میبینه که مرد نقابدار داره میره سمت توبی.
کلید ماشین هنری رو برمی‌داره و میره سمت خونه. تو خونه جن به هوش میاد و دنبال توبیه. مرد نقابدار توبی رو گیر میندازه ولی جن پاشو با چاقو میزنه و توبی رو میبره تو اتاق و در قفل میکنه. مرد نقابدار به زور میاد تو و به بازوی جن شلیک میکنه. همون موقع وایولت میرسه و یه چاقوی بزرگ برمیداره. مرد نقابدار که همون مأمور برق صبح با وایولت درگیر میشه و اونو پرت میکنه زمین. داره میره کارو تموم کنه که یهو یه ماشین اسباب بازی با اسلحه‌ای که توبی فرستاده میاد کنار وایولت. وایولت سریع اسلحه رو برمیداره و اون مردو میکشه. بعد میره و توبی رو بغل میکنه. چند روز بعد هنری تو بیمارستانه و اخبار میگه شهردار به خاطر اختلاس دستگیر شده. وایولت میره بیمارستان دیدن هنری و ازش تشکر میکنه که همون موقع دوباره پیام ناشناس میاد و وایولت دوباره ترس تمام وجودشو برمیداره. اما این جنه که داره سر به سرشون میذاره و فیلم با قرار دوم وایولت و هنری تموم میشه. فیلم قشنگ و پرهیجانی بود، من که حسابی ازش لذت بردم. دوستان اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا داستان جذاب بعدی رو از دست ندید. مرسی که همراه بودید. مراقب خودتون باشید و تا داستان بعدی سایسن خدا نگهدار.